بالاخره برنامه جور شد و من اومدم کویت و بیاید بریم ببینیم روز اول تو کویت رو چجوری میگذرونم. به خاطر محدودیت زمانی که داشتم تصمیم گرفتم اول بازارش رو برم و یه مقایسه کنم با بازار دبی و عمان و ایران. بازار اصلی کویت بازار مبارکیه هست که به قول ما شیرازی‌ها خیلی دلباز بود و اینم بهتون بگم که خیلی هم تر و تمیز. ولی عمرن به پای بازار وکیل شیراز برسه با اون کافه‌های قشنگش. و اینم بگم که تو همین بازار به این کوچیکی همه چیز پیدا میشه، ولی یک چهارم بازار دبی هم نمیشه. و بچه‌ها کویتی‌ها با وجود اینکه خیلی متعصب هستن ولی من اصلا احساس نکردم نگاهاشون سنگین باشه و واقعا مردمان نجیبی داره. بچه‌ها میدونستین که کویتی‌ها خیلی پول دارن و دهه 60ها قشنگ میدونن که من دارم چی میگم، که اون موقع وقتی ما میخواستیم بگیم طرف خیلی مایه داره میگفتیم بابا وضعش کویته. اینجوری براتون بگم دیگه. راستی یادت نره منو فالو کنین چون ویدیوی اصلی کویت رو تو پارت دوم گذاشتم و به زودی زود پستش میکنم. لایک و شیرم فراموش نشه. یالا.